را خیال کردم همدم صابیر رفایی میروار بودای. این ویدیو خطی میروار روز 25 فینالگاه در کاخ سروش هستی. 5 دونه مرسدس، یک دونه دیگه کاتیلاک، دو تای دیگه کارویت. همدم صابیر و فازنای خورشید با یک نفر دیگه دیلوار. کدام نفری که 30 دونه بلید میگیره یا بلید ای کنسرت پدرکش میشه با هم قبلیتوش در دوری برابر بازی میکنه. بیا کاخ سروش فینال ای پیش تماشا کن. انمی لکس یک تهدید پروست ای دوری کاخ سروش برای اومدن تو پدرکش میشه. شو جایزه کادیلاک اسکالایت تا لامبورگینی کارویت 5 تا کلاس 212 انمی لکس یک تهدید ما به پول کامنتار یا پدرکش میکنه. شیروینار پروست گارین ایباد میشه. این دایا کانال یکی امی زدی کیفوت هم میگیری. در تلگرامش بود روی پادشاه چکین روی خط همه چیز در تلگرام است. کدام نفری که 30 دونه بلید میگیره کاخ سروش میاد در دوری کاخ سروش کادیلاک اسکالایت داشت. هر روزی فینال کدام نفری که بلید میگیره بالای انم دو تا کارویت 10000 تومانی بالای کادیلاک اسکالایت یا آیفون 16. نومی بلیت هم میروار شو باشه یا تلفن دیگه ما قبول. همونجا نه تنه چند تا میخونه. هم چطور بلیت بوچیدن بگو میخونه. یار من ندیدم یک کارویت ندیدم با 55 تومن تو یگان وقت کم بغل نمیشه. 25 ساعت یک ابد در کاخ سروش هم اجداد میکنه. برادر عزیز من بارم 360 گرادوس فینال دا بازی میکنیم. سلام علیکم عزیز مهمون دوستlar. ها همدمگاه صابرگاه خوش گلبسیز. روز 25 فینالگاه در کاخ سروش تو هستی. شیروینار پروست گارین ایباد میشه. به غرض همدم صابیر و فازنای خورشید با یک نفر دیگه دیلوار با برادر عزیز من بارم 360 گرادوس فینال دا بازی میکنیم. روزی 25 ساعت یک ابد در کاخ سروش هم اجداد میکنیم. التماس ای همت خواهش میکنم ویدیو را با دقت تماشا کنین. همه اینمی چیزا که دیدین در لاتاترون های 5 دونه مرسدس، یک دونه دیگه کاتیلاک، دو تای دیگه کارویت. نگاه که برادر عزیز همش در این لاتاترون خوش های. نرخی بلیتش 55 تومن های. آبشی برادر عزیز 8900 یا 10000 بلیت موندگی. روز 25 خیلی سمیلا فینال های میزنی ما باشم کیفوت همه گیری. نگاه برادر عزیز چی خیلی که میدونین اگر همه ماشین بزب میشید نمیموندک. این دایا کانال یکی امی زدی کیفوت هم میگیری. برای چی؟ همین لوبای آدم خودش پریزاش حساب کنه بلیتاش حساب کنه با بلیت چه خریداری کنه. نگاه برادرها در تلگرامش بود رویم پادشاه چکین روی خط همه چیز در تلگرام های. روز 25 فینالی بازیش های. روز 25 چیسلو در کاخ سروش 30 دونه بلیت میگیری یا بلیت در کنسرت پدرکای خیلی پوسکای 30 دونه بلیت پروست بلیت خریداری که بیا اونجا نام بلیت هم میروار شو باشه یا تلفن دیگه ما قبول. 30 آدم صاحب تلفن در کاخ سروش عینوی ما میشوه. یه برادر ما را خیال کردم همدم صابیر رفایی میروار بودای. این ویدیو خطی میروار پگای دیگه نصیب باشه خطی همدم صابیر. یا بار دیگه سلام علیکم. سلام علیکم. پروست شیروینار همین ماکسیمال بیشتر ماکسیمال دستگیری میکنیم. بهترین برادر همین کدام نفره که میزنه همین بفروش خونش بفروش در کاخ سروش گجای دمه فروش همین ما همونجا باشم قبولش میکنم. حالی چه در اون دوری کاخ سروش میگیره همونجا نه تنه چند تا میخونه. همین چطور بلیت بوچیدن بگو میخونه. شو گلاور پروگرام ایمو بارام مدیا همین فورا تقاطی همه همیو صورت بگیری فورا تقاطی همه هم بلاگرها را بینی آفیسا را بینی 30 دونه بلیت میگیری جاش ده بلیت اینم کنسرتی اینم شو پروگرام ای بلاگر و آفیسا پدرکت میشه با هم قبل تو در دوری برابر بازی میکنه. نگاه کی شو جایزه کادیلاک اسکالایت دو تا لامبورگینی کارویت 5 تا کلاس 212 انم لکس یک تهدید ما به پول کامنتار یا پدرکت میکنم. ای مردک شو میگن کنسرت میگن بازی میگن انه خیلی شو میمونن انه خیلی کنسرت میمونن. همین بابا ما اخی کیف کنیم میخوایم کانالای همین ماشینای بقبی کی در کانالای بقبی میره وقت ای مردک با 55 تومن تو یگان وقت کم بغل نمیشه. 55 تومن این روز راست خود میکنی پگا میویش برای هم که حرکت که در زندگی راست ریسک صاحبیت چی میشه تو ریسک نکنی یگان چنین فکر کردی نه قدر آدمو پروست تک شیدک فکر کردی که هم همه برای گپ میزنی اسم میکنی پروست تک نه هر یکی آدمو در زندگی ریسک میکنن.
برای آنها ریسک تام یگان چی میشه ای بچه بلاگر شدن آسانه نه که ریسک کردن قینه دادین یا ریسک تو صاحب چی میشه با 55 تومان تو صاحب کادیلاک اسکالایت میشه روز 25 100% میلیون فایده فینالی بازی کادیلاک اسکالایت نگاه کنید کدام نفری که 30 دونه بلد میگیره یا بلد ای کانسر پدرکش میشه با هم قبلیتوش در دوری برابر بازی میکنه برات تو 30 دونه بلد میگیری میای کانسر تا به پول تماشا میکنی حسابی به پول میشه 30 بلد تو در دوری برابر بازی میکنه که تو میتونی صاحب کادیلاک اسکالایت شی میتونی با نام 30 بلد صاحب کاروت لامبورگینی شی ای بچه این 30 بلد 30 تا شانس است کدام نفری که 30 دونه بلد میگیره کاخی سروش میاد در دوری کاخی سروش کادیلاک اسکالایت ازد بالایش یک آیفون 16 دیگه اینو ما پدرکش میشه ای بچه این تو قیون نیست بالای دو تا کاروت 10000 تومان نگاه یار من دیدم یک کاروت ندیدم کدام نفری که چسلای نمیروز بلد میگیره بالای هر دی کاروتو 10000 تومانی دیگه پدرکه تا روزی فینال کدام نفری که بلد میگیره بالای انم دو تا کاروت 10000 تومانی بالای کادیلاک اسکالایت یا آیفون 16 ای بچه آیفون 16 را هم میگیری تا هم صاحب کادیلاکی هم صاحب آیفون 16 بچه با 55 تومان یا ریسک میکنی که صاحب $150,000 پول میشه امروز زندگی انمی با نام خاطر حرکت که روز 25 ساعت 13:00 فینالی بازی انمی قدر ماشینه که با 55 تومان تو میتونی صاحب انمی ماشین شه این برات بلد گرفتن نمیتونی بدرو کامنتاری شپک با یک کامنتاری تو صاحب لکس RX 350 میشه با یک پادکست کردن در تلگرام کانال ما که تو کاخی سروش میای بچه این ما کوم آدمایی که کاخ سروش میام ما پروست تگ نمیمونم ما حتی مهمونام ما صاحب ماشین میکنم بیا کاخ سروش فینال پیش تماشا کن انمی لکس یک تهدید پروست دوری کاخ سروش برای اومدن تون پدرکه میشه روز 25 ساعت 13:00 با وقت تاجیکستان شو پروگرام همدم صابر فرزانه خورشید و کد دلوار همین میگم بازی دروغای ما حیران میشم روز 25 بیا بازی را پیش بین بیا دروغ بدن بازی را خودت برو برات بیا بازی را پیش بین در چشمای خودت باوری نکرد بعدا بگو که بازی دروغه نفرایی که میگن بازی دروغه برات و دپشون غیر سوالشون هیچی نداره همین آدم دورنده هیچ وقت گپ نمیزنه آدمی که نداره بعدا گپ میزنه برای قبل روز 25 ساعت 13:00 با وقت تاجیکستان شو کنسرت شو پروگرام شو فینالی که نمره 1 میشه که تاپ ستاره های دنیا با 55 تومان تو صاحب انمی قدر ماشین میشه با 55 تومان تو صاحب کادیلاک اسکالایت میشه با 55 تومان تو صاحب یک کلاس 212 میشه با 55 تومان تو صاحب کاروت لامبورگینی میشه که روز 25 ساعت 13:00 اکنچه تلنی فینالی 100% میلیارد فایده بدروین در تلگرام کانال ما پادکست کنین اینجا نامش هست عبدالله تv سیلکش در کامنتاری هست بدرو در تلگرام کانال پادکست که روی خط بلیتو تو نبینید روی خط بلیتو امشب تا 45,000 همه بروی برات خدا نگهبانتون روز 25 مثل همه تا 18 دارم